ما هر روز از گوشی هوشمندمون استفاده میکنیم، اما تا حالا فکر کردین که شارژر گوشی شما چجوری کار میکنه؟ حتما میدونید که شارژر برق AC رو به DC تبدیل میکنه، ولی به این سادگی ها نیست. اول AC رو به DC تبدیل میکنیم و دوباره DC رو به AC و در مرحله آخر AC تولید شده رو به DC تبدیل میکنیم. تو این ویدیو به صورت تخصصی و کاملا ساده یاد میگیریم که شارژر چجوری کار میکنه و چرا این مراحل میانی وجود دارن. این یه شارژر معمولیه که 220 ولت AC رو به 5 ولت DC تبدیل میکنه. بریم ببینیم داخلش چجوریه. حالا میتونیم تمام اجزای الکترونیکی داخلش رو ببینیم. دیود، خازن، ترانزیستور و مقاومت ها رو میتونیم ببینیم و همچنین مقاومت هایی که زیر PCB هستن رو میشه به راحتی دید. این یک ترانسفورماتوره و این یک اپتوکوپلره که وقتی مدار رو به منبع بزنیم روشن میشه. برای درک بهتر المان های مدار رو دوباره مرتب میکنیم. اینجوری بهتر میتونیم مسیر عبور جریان و اتفاقاتی که تو مدار میفته رو ببینیم. این سیم قرمز، سیم فاز و سیم مشکی هم نوله. اول مدار یه مقاومت وجود داره. برای اینکه مقدار اومش رو بفهمیم از این جدول استفاده میکنیم که به راحتی میشه فهمید مقدارش 260 کیلو اوم. این مقاومت مثل یک فیوز عمل میکنه. در مواقع بحرانی ذوب میشه و اتصال رو مدار باز میکنه. بعد مقاومت 4 تا دیود 1N4007 رو میبینیم که یک پل دیودیه و اولین بخش از مدار یکسو کنندمونه، یعنی اولین بخش مدار که وظیفش تبدیل AC به DCه. بعد پل دیودی یک خازن الکترولیت 450 ولت و 2.2 میکروفاراد رو میبینیم که نقش فیلتر رو بازی میکنه. این قسمت از مدار برق ورودی AC رو به DC تبدیل میکنه. قسمت بعدی مدار یک مدار اسیلاتوره که برق DC تولیدی رو دوباره به AC با فرکانس 15 تا 50 کیلوهرتز تبدیل میکنه. بریم مقادیر این المان ها رو ببینیم. این ترانزیستور S8050 اتصال پایه‌ای اون به همین شکله که میبینید، امیتر، بیس و کلکتور. این هم یک ترانزیستور 13201 که اتصال پایه‌ای اون به این شکله که میبینید. این یه دیوده. به نظر میرسه مثل یک دیود زنره ولی اینطور نیست. این یه دیود 1N4148 که یک دیود سوئیچینگ با عملکرد خیلی سریعه. بعد اون یه خازن 50 ولت 22 میکروفاراد قرار داره. این قسمت از مدار برق AC تولید شده که فرکانس بالایی داشت رو به DC نهایی تبدیل میکنه. مسیر عبور جریان در این مدار رو میتونید ببینید. این ترانسفورماتور 3 سیم پیچ داره که سیم پیچ های اولیه، ثانویه و کمکی رو شامل میشه که برای کاهش ولتاژ ازش استفاده میکنیم. از سیم پیچ کمکی برای عملکرد مدار اسیلاتور استفاده میکنیم. اینجا یک دیود شاتکی 1N5819 و یک خازن 10 ولت 470 میکروفاراد برای تبدیل AC به DC و یک LED برای نشون دادن عملکرد شارژر داریم. یه مدار فیدبک هم داریم که از یک دیود اپتوکوپلر PC817C و یک دیود زنر 4.2 ولت تشکیل شده. این اپتوکوپلر برای انتقال سیگنال ها بدون اتصال الکتریکیه. در سمت راست یک چراغ مادون قرمز و در سمت چپ فوتوترانزیستور وجود داره. وقتی چراغ روشن میشه، فوتوترانزیستور با اعمال نور جریان رو عبور میده. این خازن از نوع 102 نانوفاراده و برای حفاظت مدار استفاده میشه. این حفاظت به تداخل الکترومغناطیس بین قسمت‌های اولیه و ثانویه مدار مربوط میشه. بریم مدار رو روشن کنیم و ببینیم چه اتفاقی میفته. سیم‌های سبز ولتاژ مثبت و سیم‌های آبی ولتاژ منفی رو نشون میده. میتونید ولتاژ مدار رو روی نمودار ببینید. ورودی ما 220 ولت 50 هرتز. این مقدار به وسیله پل دیوده به DC تبدیل میشه. همونطور که میبینید این برق DC تولیدی نوسانیه ولی با عبور از خازن که نقش فیلتر رو داره تقریبا به یک ولتاژ DC صاف تبدیل میشه. میتونید این جریان DC صاف رو ببینید. حالا این جریان از مقاومت 2 مگا اوهمی SMD که همون زیر مدار PCB بود به پایه T1 میره تا اون رو روشن کنه. این ترانزیستور کاملا روشن نیست و این به دلیل مقاومت 2 مگا اوهمی بود که تو مسیرش قرار داشت. به همین دلیل جریان کمتری از سیم پیچ اولیه ترانس عبور میکنه. این جریان کم یک ولتاژ کم رو توی سیم پیچ کمکی به وجود میاره. این ولتاژ القایی خازن رو شارژ میکنه و بعد خازن ترانزیستور رو کاملا روشن میکنه. وقتی که ترانزیستور کاملا روشنه، جریان رو از طریق خودش عبور میده. حالا این ترانزیستور T2 رو روشن میکنه و این کار باعث خاموش شدن پایه T1 میشه. همونطور جریان T1 به T2 هم قطع میشه. حالا جریان به پایه T1 میره و این چرخه تکرار میشه. این اتفاق در 15 تا 50 کیلوهرتز رخ میده که هزاران بار سریعتر از مدار یکسو کننده است. به همین دلیل میبینید که مدار یکسو کننده متوقف شده و در همین زمان ولتاژ سیم پیچ کمکی هم دیود رو روشن و خازن رو شارژ میکنه و به طرف اپتوکوپلر جریان پیدا میکنه. این دیود و خازن برق AC رو از سیم پیچ کمکی میگیرن و برای اپتوکوپلر به DC تبدیل میکنن. جریان هم در مسیر سیم پیچ ثانویه القا میشه. این جریان به وسیله دیود شاتکی و خازن فیلتر به DC تبدیل میشه. این جریان رو به وسیله یک LED نمایش میدیم. حالا اگه ولتاژ بیش از 5 ولت باشه چه اتفاقی میفته؟ به خاطر همین موضوع ما یک مدار فیدبک داریم. وقتی که به ولتاژ 4.2 ولت رسیدیم، دیود زنر اجازه عبور میده تا جریان به اپتوکوپلر منتقل بشه. یعنی یه جورایی ولتاژ رو به 4.2 ولت کاهش میده. پس لامپ اپتوکوپلر روشن نمیشه. لامپ برای روشن شدن به 8 ولت نیاز داره. وقتی که ولتاژ به بیش از 5 ولت برسه، لامپ اپتوکوپلر روشن میشه. این نور باعث فعال شدن فوتوترانزیستور میشه و اپتوکوپلر روشن میشه و جریان رو به سمت ترانزیستور T2 هدایت میکنه. با این کار ترانزیستور T2 تو اولین سویچ متوقف میشه و جریان رو در سیم پیچ اولیه متوقف میکنه. همچنین ولتاژ سمت ثانویه
ثانویه ترانس به زیر 5 ولت کاهش پیدا میکنه و دیود زنر و اپتوکوپلر رو خاموش میکنه. پس مدار به این صورت به طور معمول کار میکنه. حالا شاید بپرسین که چرا مستقیم AC رو به DC تبدیل نمیکنیم؟ به خاطر اینکه برای منبع تغذیه‌ای که با فرکانس 50 هرتز کار میکنه اندازه خازن‌ها و ترانس‌ها خیلی بزرگ باید باشه و اینا رو نمیشه توی یک شارژر کوچیک نصب کرد. بنابراین فرکانس رو از 50 هرتز به 50 کیلوهرتز تبدیل میکنیم. این کار باعث کاهش اندازه ترانس و خازن مورد نیاز میشه. بنابراین برای تغییر فرکانس AC اول باید اونو به DC تبدیل کنیم و دوباره به AC برگردونیم. حالا میدونید که شارژراتون چجوری کار میکنه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد با لایک و کامنت به ما انرژی بدید.